در ناحیه ظفرآباد در مجموع 10790 گکتار پخته کیش شده از 4670 خواجگی‌های دهقانی ناحیه 3260 عددی آن پخته‌کار محسوب می‌یابد. طبق نقشه باید زرکاران ناحیه 33571 تن طلای سفید را سال جاری به خرمن سپارند. در خواجگی‌های دهقانی حدود ناحیه ظفرآباد اعضایان خواجگی‌ها با استفاده از روزهای آفتابی به غنوچین طلای سفید مشغول بوده. برای بی‌تلف جمع‌آوری نمودن حاصل استحصال گردیده کارمندان کسب و کار گوناگون به دهقانان کمک می‌کنند. پخته اشیای پرقیمت صنعتی بوده سری وقت جمع‌آوری آن امکان می‌دهد که ساحه صنعت رشد کند. ناحیه ظفرآباد یکی از ناحیه‌های کلانترین پخته‌کار است که کشاورزانش توجه اساسی را به کشت و استحصال این نامگوی محصولات روانه نمودند. امروز گروه کلان کارمندان ساحه معارف ولایت برای کمک به مرد دهقان در زمین‌های خواجگی‌های دهقانی حدود ناحیه ظفرآباد قرار دارند. کارمندان ساحه معارف از جمله آموزگاران و مربیان از شهر و ناحیه‌های خوجند، استراوشن، دیوشتی، شهرستان و ظفرآباد با اشتراک معاون رئیس ولایت و رئیس ناحیه ظفرآباد به حشر پخته‌چینی سهم گذاشتند. اقدام آموزگاران که امروز برای جمع‌آوری طلای سفید نگرانده شده است باعث افتخار است، زیرا نسل نورز از آموزگار از مشعل افروزان راه فردای بشر برابر علم و دانش اینچنین دست جمعی مهنت نمودن را می‌آموزند. باید هر یک اهل جامعه امروز درک نماید که در روزهای آفتابی که هر یک ساعت و لحظه آن غنیمت می باشد برای پخته در زمین بوده، یعنی حاصلی که در زمین هست باید ما غنوچین کنیم. به همین مقصد ما اهل معارف ناحیه مقصد گذاشتیم امروز با آموزگاران با اهل کارمندان شعبه معارف به صحرا برآمده به غنوچین حاصل کمک خود را رسانیم. من امروز مقصد گذاشتم پیش خودم که در یک روز 80 کیلوگرم پخته به خرمن دولت چیز سپارم. ظفرآباد یکی از ناحیه‌های پخته‌کار کشور محسوب یافته. برای کشت و استحصال این نوع محصولات خام صنعتی اقلیمی موافق را دارست. حالا رفتی معرکه حاصل غنداری تا رفت صورت گرفته. از هر نفر مسئولیت را برای سری وقت جمع آوری آن تقاضا می‌کند. ما یک گروه ساحه معارف از شهر استراوشن، مدیران کودکستان، مربیان تصمیم گرفتیم که همین روز طلای سفید را جمع نماییم. به ناحیه ظفرآباد ما 30 نفر مدیران کودکستان و مربیان آمدیم برای چیندنی پخت طلای سفید. ما عزم گرفتیم که هر یک نفر باید 80 کیلوگی 90 کیلوگی به خرمن دولت سپاریم. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی بهره متشکلانه و در مهلت کوتاه و مساعده آب و هوا تا پقه آخرین جمع آوری نمودن حاصل رویانده مرد دهقان تدبیرها را جانب نموده است. امروز دست جمعانه ما معروفیان ناحیه در پخته‌زار برای غنی گردانیدن خرمن وطن سهم خود را گذاشته ایستادیم. امروز هر یک ساکن به ننگ ناموس ناحیه ما به صحرا برآمده برای جمع نمودن طلای سفید حصه خود را گذاشته ایستادند. در پخته‌زار آدمان با یک روحیه کشاد مهنت کرده ایستادند. ما همه روزه از حساب کارمندان تکنیکی از حساب درس های خالی آمده وقت خود را در پخته‌زار گذرانده ایستاده ایم. بنا به معلومات آماری از جانب چینکچیان و حشرچیان در ناحیه ظفرآباد در یک روز بیش از 458 تن دوری گرانبها جمع آوری گردیده. از اول موسم 9558 تن پخته به خرمن سپاریده شده است. مستانه محیدی لازاده، فرهاد عبدالله، شاعره مبینزاده، اخبار.